عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكذب علي فإنه من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاری. حضرت علی رضی الله عنه گفتند: من از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که می فرمود: بر من دروغ نبندید، یعنی از زبان من دروغ نگویید، زیرا کسی که از زبان من دروغ میگوید، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید کسی که از زبان من دروغ میگوید، پس هر آینه جایش را در جهنم آماده نماید. این حدیث را امام بخاری در باب گناهی کسی که بر پیامبر صلی الله علیه و سلم دروغ میگوید آورده است. مراد از دروغ نگفتن بر پیامبر صلی الله علیه و سلم این است که از زبانشان نباید به دروغ چیزی را روایت کرد که مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین و چنان گفتند، در حالی که ایشان چنین چیزی را نگفته باشند. خواه این دروغ به نفع یعنی به فایده باشد و خواه به ضرر، خواه در مسائل دنیوی باشد و خواه در مسائل اخروی. همانطوری که نسبت دادن قول دروغ بر پیامبر صلی الله علیه و سلم روا نیست، نسبت دادن فعل دروغ نیز بر ایشان روا نیست، که مثلا بگوید پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین و چنان کردند، در حالی که ایشان چنین و چنان کاری را نکرده باشند. نظر به ظاهر این حدیث، دروغ گفتن از زبان پیامبر صلی الله علیه و سلم از گناهان کبیره شمرده می شود که اگر الله تعالی بخواهد مرتکب این عمل را عفو می کند و اگر بخواهد مجازات می کند. گرچه بعضی از علما دروغ گفتن از زبان پیامبر صلی الله علیه و سلم را کفر دانستند. گرچه دروغ بستن به هر کسی ناروا و از گناهان کبیره است، ولی گناه دروغ بستن بر پیامبر صلی الله علیه و سلم بیشتر و عذابش افزونتر است. زیرا اگر کسی چیزی را چی قولی باشد و چی فعلی با پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت می دهد، این چیز حکم از احکام شرعی می شود که تا قیامت مردم به اساس این که این حکم از طرف شریعت است به آن عمل می کنند و چی بسا که این حکم چیزی را که حلال است بر مردم حرام بگرداند و یا چیزی را که حرام است برای آنها حلال معرفی کند و مردم هم به اساس این که از طرف شریعت است به آن عمل کنند، در حالی که اساس این حکم از طرف یک شخص کذاب و دروغگو نقل شده است. برادران و خواهران عزیز، لطفاً این وصیت‌های گرانبهای حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم را گوش کنید و بدانید و عمل کنید و به دیگران برسانید تا انشاءالله اجر دنیوی و اخروی نصیب ما و شما بگردد. جزاکم الله خیرا. أينما كنا أينما